نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام با کنفرانس پس از دیدار داماش گیلان و آرام فناوران شیراز در خدمت هستیم. در ابتدا صحبت‌های جناب آقای فریدونی سرمربی محترم تیم رو میشنویم. در ادامه اگر سوالی سخنی بود در خدمت خواهیم بود. بفرمایید. با عرض سلام و درود، خدا قوت عرض میکنم خدمتتون. واقعا بار فنی این بازی، هر کسی که خب امروز شاهد بازی بوده خب میدیدن که خب ما چقدر سوار بازی بودیم. فوتبال رو زمین رو خوب بازی کردیم با سیستمی که خب ما تمرین کرده بودیم روی نقاط ضعف داماش. خیلی فوق‌العاده فوتبال بازی کردیم و اومده بودیم واقعا فوتبال بازی کنیم. آهای فدراسیون، آهای مردم، آهای رسانه، دردمون به کی بگیم دیگه؟ 2 گل زدیم. آقا خواهش میکنم کارشناسا بیان ببینم این 2 گل حداقل یه کارشناسی خوب منطقی بشه، ببینم یه دونش واقعا آفساید نبوده دیگه. خب ما اگر این چیزی که بهمون گفتن فیلمو بازبینی کردن، خواهش میکنم تیمایی که واقعا الان نیاز به امتیاز دارن سرشون رو نبریم. بازی با فستپاسی رو ببینیم، بازی قبل ما رو ببینیم با نوشهر، پنالتی رو برای ما نمیگیرن. این بازی پنالتی 100% برای ما نمیگیرن، 2 گل ما آفساید اعلام میکنن. دیگه چه فوتبالیه؟ چجوری ما فوتبال بازی کنیم دیگه؟ سوار بازییم دیگه. یه تنه فوتبال مالکیت دست ما هستش. موقعیت ها ببینیم چه موقعیت هایی ما خلق کردیم دیگه. با چیکار کنیم؟ گل بزنیم. 2 گل زدیم دیگه. خب آقا واقعا خواهش میکنم بیایم به حال این فوتبال دیگه. ما داریم، نمیشه بعضی چیزا رو گفت. واقعا بیایم این تیمایی که خصوصی هستن، تیمایی که هزینه دارن میکنن، بیایم اگه کمکشون نمیکنیم واقعا مرگ تدریجی بهشون ندیم، واقعا بلای جونشون نشیم. خسته نباشید. مرسی. خیلی ناراحتی. همین سر داماش هم بریدن بازی. همین یه روز می‌بینیم تیم شما مشکل مالی داره. فصل اول خیلی بازیکن شما بیدار شده، شما با سختی دارین درباری میکنین. آیا تیم شما در این سال دستی میمونه؟ عرض کنم خدمتتون که من هم مالکم، هم مدیر عاملم، هم سرمربیم. واقعیتم دیگه اومدم پول تزریق کردم از طریق هلدینگ آرام فناوران که مدیریتش خودم به عهده دارم. از روی روانی بچه‌مون آماده کردیم، پولم تزریق کردیم به بچه‌هامون. همه چی خوب، زندگی خیلی خوب و شرایط عالی رو داره. ولی خب این فوتبال نیست. ما الان 3 بازی پشت سر هم ما فوتبالی که بازی میکنیم، ببینید واقعا این فوتباله رو تو دسته یک کمتر تیمی دارن بازی میکنن دیگه. ما به چه صورت حقمون رو باید بگیریم؟ و قطعا ما تلاشمون میکنیم که بمونیم و ماندگار باشیم که بالاخره اگه واقعا بحث ناداوری ها و خب ناعدالتی ها رو ما واقعا باهاشون برخورد بشه، قطعا ما ماندگار خواهیم بود. خسته نباشید. مرسی. تشکر. مرسی.